ما امروز با جمع از همکاران در شاه دوشمشیره هستیم و برای از ما جای تعیین بکنه. ما هم خوش نیستیم که شهر ما به حساب یه توی ازدحام باشه. چقدر با شما ماهانه یا سالانه مالیه میتین از کراچیتان که کار میکنین؟ روز یک 700 تا 800 تا میشه. نام خدا. دیگه کار خو نیست. نه شرکت نه فابریکه نه کدام کاری. ملی بس استاد است و اینمی حالا نه به شما به مسئولین رساندم که این گپ ما را نشر کنه که کلگی خبر شه که بفهمه. بیننده های عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه. امیدوار هستم هر کجای از دنیا که هستین جور و صحت سلامت باشین. خدا کنه که در ایام سرد زمستان در کنار اعضای فامیل و دوستانتان با خوشی و سلامت بوده باشین. ما امروز با جمع از همکاران در شاه دوشمشیره هستیم و اینجا شما میبینید که بیشتر هموطنای ما بسیار ازدحام است و همچنان بسیار کراچیوان ها هستند که اینجا کار میکنن و طوری که شما میدانین بسیار سرک اینجا بند است و شهروندا هم به خاطر عبور و مرور خود یعنی با مشکل مواجه هستند و ما هم در این برنامه تلاش میکنیم که خواست کسایی که در کراچی ها کار میکنن خواست اینا را با شما به تصویر بکشانیم و تا باشد که به اینا یک زمینه کار مساعد شود و همچنان سرک آزاد شود تا شهروندا هم بتونن که با بسیار آرامی و راحتی از این ساحه عبور و مرور کنند. خب به خاطر از اینکه ما خواست شهروندای خدا به ویژه از کسایی که کراچی میوه در نزدیک ما هست و این خواستشان ببینیم که اینا از حکومت چه میخواین و آیا ای که یک غرفه برشان داده شود و زمینه کار بیشتر برشان مساعد شود با ایشان صحبت میکنیم. پس مرا تعقیب کنید. یکی از برادرایی که اینجا دستفروش هستن و کراچی میوه دارن میخوایم با ایشان بیشتر صحبت کنم در مورد کاروبارشان که فصل سرمای زمستان است و اینا چقدر کاروبارشان میشه نمیشه بیشتر با ایشان صحبت میگیره. سلام، وقتتون بخیر بیاد. ساعت خوب است، بخیر است ان شاء الله. سلامت باشی. خودتان یک معرفی داشته باشید. سید علی هستم. خب خسته نباشی بیادر. چی کار میکنی؟ همین کسب کار میوه میکنم. خب روزانه چند سودا میکنی؟ روزانه دیگه شاید 2000 شوه 3000 شوه چون سودا رو میگم. دیگه حساب فایدهش دیگه مشخص نمیشه، شاید 200 شوه 1.5 شوه از بالا نمیشه. خب وقتی که ما میبینیم همین سرک است به خاطر رفت آمد موتراست، به خاطر رفت آمد مردم است و این کراچی را که شما اینجا قرار دادین دیگه معلوم دار است که راه را بند ساختن. پس خواست شما از مسئولین چی است که بر شما یک جای معینی تعیین بکنن که شما هم برین همی کسب کارتان همونجا انجام بدین که بر مردم هم مزاحمت نشه؟ چی خواستایی دارین؟ خواست ما از حکومت است که برای از ما جای تعیین بکنه. ما هم خوش نیستیم که شهر ما به حساب یه توی ازدحام باشه یا بربار باشه یا مزاحم مردم شه. خواست ما همیست که برای ما فراهم کنه دیگه، ما مشکل نداریم دیگه. اما ما که در این سرک آمدیم از مجبوری آمده. اگر بخواد برای ما کار تعیین کنه دیگه ما که چی نیستیم که بیایم روی کراچی کار کنیم یا دیگه بکنیم. چند سال میشه که خودت کار میکنی؟ یک 6 سال 7 سال میشه در سایه هستم. خب نانآور چند تن از اعضای فامیل هستی؟ 10 نفر. یادآور دیگه فقط هم 10 نفر نانخور هست و یک کارگر خودم دیگه مشکل است دیگه، باید برای ما ردیف کنه دیگه. اگر بسیار خوب. خواستان از دولت چی می باشه که برای جوانان زمینه کار مساعد بسازه، شما هم یعنی کارتان بیشتر رونق بگیره؟ اگر در این مورد مفصلا با ما صحبت کنین. والا خواهش ما دولت است که برای ما فراهم کنه، اگر بتونن که این معدنا را ردیف کنه که آدم بخواد یگان مؤسسه را ردیف بتونن
یا به حساب کارخانه فعال کنه که ما بتونیم اونجا کار بکنیم دیگه. چی مجبور هستیم سرک بند کنیم یا بخوایم در کراچی کار کنیم؟ خاص ما هم است. خب آیا گاهی از طرف مسئولین بر شما یعنی مشکلات ایجاد شده که شما کار نکنین و شما دست خالی به طرف خانه رفته باشین؟ است چون از طریق نایم ما زیر فشار هستیم، خب مجبور هستیم دیگه. خواهشان که نمیسته فقط بخواین برای ما کار ردیف کنن دیگه مشکل نداره دیگه. فقط از طرف نایا که یک ذره از اذیت میشیم دیگه مشکل نیست. ممنون، سلامت باشید. بیننده های عزیز، بازم در کنار ما یکی از برادرایی که اینجا دست فروشی میکنن و معلوم میشه که بسیار بیروبار دارد. در مورد کاروبارشان با ایشان بسیار صحبت میکنیم. سلام بیادر، خسته نباشی، خوب هستی؟ و علیکم سلام و خیلی شکر دار. نامتان؟ ضیاءالرحمن. ضیاءالرحمن بیادر، چی کار میکنی؟ در یخنی خرطو. یخنی؟ یخنی. خودت در خانه جور میکنی؟ خب بسیار خوب. چطور از با کاروباره؟ شکر ده الحمدلله. خدا. خب بسیار خوب. این کراچی که اینجا مانده شده خیلی رای مردم بند ساخته. باز شما راضی هستین یا که خواسته بودین که یک جای معین مشخص بر شما داده شود که برین به فکر آرام شما کارتان انجام بدید تا مردم هم با مشکل مواجه نشه؟ بالکل منګه بس حکومت نه ډیر خوشاله و خو نه ده چې بس منګه به کې هغه کار او هغه ژوند برابر ده. مخکې بدل د ریړې او لاسګاډي او دا حساب رش پکې مخکې ډیر زیات و. اوس پکې ډیر سهولتونه راغلي د خلکو خپل تګ راتګ هم کولی شي او موږ پکې هغه کار هم جوړ ده. نو هغه بیروبار دومره نشته پکې. خب این کراچی را از طرف شاروالی داده شده که یعنی در مسیر رفت آمد مردم گذاشته شود؟ او دا شاروالی د خانه راکول شده دی. چقدر باز شما ماهانه یا سالانه مالیه میتین از این کراچی تان که کار میکنین؟ هر میاش 1.5 روپۍ ورکو. 1.5 روپۍ ورکو او بس خوشاله یو تینه بس موږ هم ژوند پکې جوړ ده. هغوی مې څه چاره کیږي. باز کاروبارت میشه؟ شکر ده او کیږي. خب نانآور چند نفر از اعضای فامیل هستی؟ تقریبا 9 نفر یو. 9 نفر؟ 9 نفر. خب به عنوان یک جوانی که خودت اینجا کار میکنی، خواستت از حکومت چی است که باید به جوانا زمینه کار مساعد بسازه؟ مثلا به کسایی که دست فروشی میکنن در کنار سرک ها کار میکنن، اگر دیدگاهی ته با ما شریک بسازی؟ بالکل دا معلوم دار خبره چې حکومت دغه ځایونه برابر کړي نو دغه رش او کشف هم کم شي او د خلکو د ځوانانو روزګار هم برابر شي، ژوند هم برابر شي. بیروزګاری زموږ په وطن کې ډیره زیاته ده. نو بیروزګاری نشته، د ځوانان هم ټول بیروزګار دي او چې دغه یو زمینه ورته برابر شي نو ان شاء الله بس ځوانان هم په کار شي. آیا گاهی از طرف مسئولین بر شما قبل از اینکه جواز برتان بتن ممانعتی صورت میگرفت یا خیر؟ نه، لا تر اوسه پورې خدا خبره نه ده شوې او بس هغه خپله کومه میاشتنۍ دغه چې رابطې راځي هغه ورکوو ورته او نور څه ممانعت نشته ده او نه څه خبره شته. در کاروبارت برکت، زنده و سلامت باشی. خیر اوسې، مهرباني. بیننده‌های عزیز، بازم در کنار ما دو تن از برادرایی که بسیار با شوق علاقه کار میکنن، بولانی پخته میکنن. سلام، خسته نباشین بیادر، وقتتان بخیر. زنده باشی. تشکر. میشه خودتان معرفی کنین؟ احمد زاده است. خسته نباشی بیادر. زنده باشی. خب بولانی میفروشی دیگه؟ بله. میبخشی که ما مزاحم کارت شدیم، اگه یک دو سه دقیقه همراه ما صحبت داشته باشی؟ گپ نیست، خیرش مشکل نیست. خودت روزانه چند دانه بولانی سودا میکنی؟ روز 700 تا 800 تا میشه. نام خدا، 700 دانه و 800 دانه. باز نانآور چند نفر از اعضای فامیل هستی؟ 11 نفر. 11 نفر. باز چطور از کاروبارت میشه نمیشه؟ خوبه، شکر است. خودتان وقتی که اینجا کار میکنین، این غرفه هایی که فعلا مصروف هستی، ای از طرف شاروالی داده شده؟ بله، از طرف شاروال داده شده. ماهانه کرا تعیین کرده بر ما، کرایش باز تحویل میکنیم برش. بسیار خوب. آیا گاهی هم قبل از اینکه برتان جواز بده ممانعتی وجود داشت در کاروبارتان یا نداشت؟ چون وقتی که ما میبینیم غرفه ها در جای قرار گرفته که رای مردم بند است و مردم قدر به سهولت نمیتونه رفت آمد کنه. وقتی تو بود که غرفه نبود، نایه میامد کراچی را میبرد. حالا میبره از سرای سرک به جایی که ساد باشه میبره. هر روز از اینجا 10 تا 15 تا کراچی میبره.
خب با وقتی که بازی جد غرفه توزیع کرد حالا کار نداره ماهانه کرایش هم میتیم در غرفه را کار نداره بعضی پشت سر کراچی کلش میور داره میگریزن. بسیار خوب. چطور از باز کار بار بولانی مثلا شما از کچالو پخته میکنین یا ای که از دیگه سبزیجات هم تهیه میکنین؟ تنها کچالوست گندن است بس. بله. باز چطور از فروشات؟ خوبه شکر است. بله. چند نفر کار میکنین؟ 6 نفر. شاگرد دارین؟ بله. اگر مفصلا در مورد می بولانی که شما پخته میکنین برای ما معلومات بتین که دیگه چند سال میشه شما مصروفی کار هستین دیگه هموطنا پیش شما میاین از برخورد هموطنا برای ما بگوین. تقریبا 8 سال میشه که مصروف بولانی پزیستم دیگه مردم میای پیش ما زیاد میای به خاطر که مزه‌دار است مشتری داریم زیاد پیش ما میای بمو کارمو خوب رونق داره. بله. بسیار خوب. حالا دیگه ما مزه باید بخریم و تا بفهمیم که مزه‌دار است یا خیر. گله نیست. بله. زنده و سلامت باشید. در کاربارت برکت. خیر بینی. زنده باشید. در این لحظه در کنار ما یکی از کسایی که میوه مفروشن و در کنار سرک هستن بیشتر با اینا صحبت میکنیم. خب شما دیگه مرا تعقیب کنید. سلام کاکا خسته نباشی. خوب هستی؟ سلام خوب. سلامت باشید. میشه خودتون معرفی کنید؟ اسمت محمد. کاکا میوه میفروشی؟ بله. چطور از باز کار و بار؟ شکر است. خب آیا گاهی کراچی را که اینجا مانده در کنار سرک برای مردم ممانعت ایجاد میکنه؟ آیا کدام زمانی از طرف حکومت بر شما این ممانعت گفته شده که شما کراچی تان اینجا نمانین و بری کار نکنین؟ نه و تو خود نگفته که کار نکنی خب میاین نمیمانن. باز ما قدر مزاحم سرک هم نیستیم دیگه نیستیم. گوشه یک بغل استاد کردیم دیگه. خب ما وقتی که قبل از خودت با بعضی از دیگه کسایی که در ساحه کار میکنن و دست فروش هستن بر اونا غرفه داده شده. خواست شما هم است که بر شما یک جای معین مشخص یعنی تعیین شوه و شما برین و اوجا کار کنین. کیره زودتر غرفه میته کیره چه قربته ولی نمیال هزار جایی که مردم میای نمیده بدریسه که یک کراچی دیگه کار خونیست نه شرکت نه فابریکه نه کدام کاری خب مجبور است کراچی میخره دست زودتر کیره جای میته کل 34 ولایت افغانستان مردمش کراچی واد فابریکا. خب خواستتان همی است که باید فابریکا جور شوه شما هم بتانید به فکر آرام کار کنید. بله ها نمیست که مردم در کار بار بره در از کراچی وانی پس شود. بسیار زیاد تشکر. در سینما پامیر شهر کابل هستیم، جایی که بسیار پر ازدحام است. هموطنان ما به خاطر خرید و فروش اینجا زیادتر میآیند و طوری که شما هم میبینین و همچنان خیلی ازدحام وجود داره که از طرف موترام زیاد رفت آمد دارن و برو مرورشان زیادتر است و در خود سرک بعضی از کراچی هایی که اینجا بیشتر جوانان مصروف کاروبار هستند و سرک بند است و ما هم بیشتر باشون صحبت میکنیم که اینا خواستشان چی است تا یک جای معین مشخص برشان تعیین شود تا کار کنن که در و شما میبینین که موترها بسیار اینجا ازدحام است رفت آمد میکنن. پشت سر ما ملی بس ایستاده است و جایی که باید مردم رفت آمد کنن جای ملی بس کراچیوانا گرفتین که اینا کار میکنن و همچنان همی کراچیوانا هم حق دارن که کار کنن یک لقمه نان حلال با خانواده خود پیدا کنن و همچنان کسایی که راننده هستن موتر دارن اینجا کار میکنن و باید کار کنن که بیشتر در این مورد با کسایی که اینجا کار میکنن صحبت. کنار ما یکی از برادرایی که اینجا کراچی داره و در سرک ای کراچی خود قرار داده به خاطر از اینکه بتانه یعنی همو خرج خوراک فامیل خود پیدا کنه. سلام بیادر خسته نباشید. بسن جورسن. نامتان؟ اسمم فرید. خب فرید بیادر چی کار میکنی خودت؟ لامی میفروشم. پدنل لامی میفروشم. خب شما وقتی که برف و باران شوه فصل سرما هست هم به خودتان مثلا مریض میشین و دیگه کاروبارتان هم نمیشه. اگر چه خاصی از حکومت دارین؟ والا از حکومت میخوایم که یکم کار به مردم چی کنه اگر مردم مصروف شوه یک کاربار باشه اگر کاربار باشه ما در کراچی یک دقیقه کار میکنیم
ما هم در روی سرک آمدیم با مجبوری آمدیم با هوس نامده کس که با هوس بیا با مجبوری می کار میکنیم باش که لقمه حلال یک چند رو پیدا کنیم با خرج خانه ایم. خب بسیار خوب. نانآور چند تن از اعضای فامیل هستی؟ نانآور 6 نفر هستیم. خب 6 نفر. میبینیم که همین ملی بس پشت سر ما از بسیار دود میکنه و این خود شما را مریض میکنه و کسایی که از اینجا عبور و مرور میکنن دیگه. خاص خود شما چی میباشه که باید حکومت چی رسیدگی را به شما جوانا داشته باشه؟ حکومت خب با ما که غرفه بده چیز بده از این مصاحب بیغم میشیم. یک جای صحیح بود. اگر نه نمیول ما دستگاه موتر ملی بس آمدیم. اگر جای باشه چیز باشه ما چرا در سرک باشیم؟ شما اقدام کردین خواستتان رساندین به مسئولین؟ نمیول نه به شما به مسئولین رساندم که این گپ ما را نشر کنه که کلگی خبر شه که بفهمه که مردم ایدس بیچاره گره میشه دیگه روی سرک میاد. اگر چی نباشه که کار باشه چیز باشه چرا دیگه بریم؟ خب یعنی شما میخواین که دولت بر شما یک جای معین مشخص تعیین بکنه شما هم برای کار کنین دیگه مزاحمت نشه به مردم ما. بله ما خود با ما کار باشه ما چرا مزاحمت کنیم به مردم؟ یک جای که شرکت باشه دفتر باشه مؤسسه باشه یک چیز باشه مصروف شویم. اگه مصروف شویم خود روی سرک نمیاییم. خب دست مجبوری میگه کلا در روی سرک میایم. شما به عنوان یک جوان افغانستان اگر فابریکات بیشتر ساخته شود و بر شما زمینه کار بیشتر فراهم شود شما خوش هستین یا که شما میخواین بیشتر فعالیت داشته باشین؟ بله کاربار باشه ما هنوز خوش هستیم که در یک شرکت باشه فابریکه باشه هر چی باشه کار باشه مقصد. فهمیدین؟ بسیار زیاد تشکر. سلامت خیر باشید. با ادامه برنامه بازم خوش آمدین بیننده های عزیز. در کنار ما یکی از برادرایی که میوه خشک میفروشه و در مورد کاروبارشان بیشتر صحبت میکنه. سلام بیادر وقتان بخیر. سلام به شما، سلام به مردم افغانستان. خب میشه خودتان معرفی داشته باشید؟ اسم من مهاجر است خانزاده. یک تنه میوه فروشای سینمای پامیر. برادر شما مهاجر تخلص میکنین. چرا دلیل انتخاب همین تخلصتان چی است؟ تخلصم خواندن نام مهاجر نام مرا مامای مونده. خب دیگه مهاجر نام تا مامایت انتخاب کرده؟ بله در وقت مهاجری که پیدا شدم اون نام مرا مو خاطرم مونده. خب در کدام کشور تولد شدین؟ ما در ولایت بغلان. بغلان خود جزئی از همین مملکت خود ماست باشه. شما چطور مهاجر هستین؟ خود اون وقت جنگا بود که همون نام تعیین قبول کرد. خب چطور از باز کاروبار و همین بازار میوه خشک؟ حالا یا چند پی فضل خدا خوب بود. این وقتا بازار اگه ضعیف مردم اقتصادش خرابه کاروبار ضعیف است. یا در نسبتا مالا قیمت چیزی که سوق نمیگیره. خب شما را از طرف شاروالی غرفه داده شده. چقدر راضی هستین از اقدام شاروالی؟ هر طرف شاروالی غرفه داده شده به ما مانده کرایه میگیره. ما خواهش ما می شاروالی نمیاد که کمی کرایه غرفه را کم کنه که ما تو بجویش توانش نداریم که تحویل کنیم. مثلا بعضی از هموطنای ما که در روی جاده ها کراچی دارند و بسیار به مردم ممانعت ایجاد کردین رفت آمد به مردم به مشکل هست. خواستتان از حکومت چی است که با اونا باید مثل خود شما غرفه توزیع کنه تا عبور و مرور مردم یعنی به شکل بسیار راحت انجام شود؟ و مردم جای مشخص بده کلی اونجا باشه غرفه یا کراچی مشخص کنه کرایه میده مردم. اما کرایه نسبتا کم باشه جایی که مردم اونجا کار کنه. نه که یه روز بعد ای کنه. نه که پول خوشتی غرفه‌اش جمع کرد. خب شما نمیتونین پورا کنه؟ والا در این شرایط پورا کردن کرایه خیلی مشکل است. کرایه کمتر باید باشه. خب چند میتین کرایه؟ ما در ماهانه 3100 یک فی غرفه و دو غرفه 6300. حداقل میشه 6300 باید 3000 تا تحویل شه مشکل دادن آدم میتونه. از او بالا توانش خیلی سخته. شما گاهی یعنی همین خواستتانه با ریاست محترم شاروالی تحت یک مکتوب بردین برش رسیدگی نشد یا که هیچ اقدام نکردین فقط میخواین از طریق همین تصویر بر مسئولین برسانین؟ او تا فعلا ما پیش شاروالی نرفتیم. ما دیگه چیزی که سرام ما مامور قبول داریم. سر کل همون سر ما آمد دیگه مردم نیست یک دست باشه که بی ها که به مدل خود میدرنگانه. خب بسیار زیاد تشکر. زنده و سلامت باشید. بخیر باید. شما تشکر.
عزیز، این بود ویژه برنامه ما که به شما عزیزان تقدیم گردید. برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سیلک رود تایم را انتخاب کنید، لایک و سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازید. تا برنامه بعدی که من شمین نجابی با جمع از همکارانم در خدمت شما قرار میگیریم، همه تان به الله پاک و بی‌نیاز امانت میسپاریم. وقت بر همه شما خوش.